ضمن نشست مطبوعاتی سرداری ریاستی تاجیکستان در دلسوخت از نتیجه فعالیت 6 ماهه حسابات داد گفته شد که در دایره تطبیق دستور سپارش‌های پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان بخشیده به سالهای رشد صنعت اعلان گردیدنی سالهای 2022-2026 با مقصد رشد صاحبکاری در ساحه استحصالی، بلند برداشتن صفت و رقابت‌پذیری محصولات وطنی، مساعدت به صنعتی‌کنانی با صورت کشور، اینچنین معرفی محصولات بهترین کارخانه‌های استحصالی، کار و خدمت‌رسانی و هنرهای مردمی چاره‌بینی‌های ضروری برگزار گشت. در نیم ساله یکم در شعبه آزمایشگاه نفتی ریاست 45 نمونه محصولات نفتی مورد تشخیص قرار داده شد. از شماری عمومی 74 نمونه بنزین، 165 نمونه سوزشواری دیزلی، 75 نمونه روغن‌های موریدنی، 78 نمونه قیر، 1 نمونه مازوت. متخصصان شعبه سرتیفیکاسیون مال و محصولات ریاست در دوره حساباتی در مجموع 4379 عدد کارهای سرتیفیکاسیونی را به نامگوی زیادی محصولات گذراندند که نسبت به همین دوره سال گذشته 267 عدد زیاد می باشد. از شماره عمومی سرتیفیکات های داده شده 3591 عدد به محصولات وارداتی، 85 عدد محصولات صادراتی، 73 عدد به محصولات بازاری داخلی راست می آید که این نشان دهنده از فعال شوی روندهای اقتصادی و کارکردی با صفت حجتگذاری تکنیکی در سمت تامین مطابقت محصولات به طلبات صنعت های معیاری شهادت می دهد. در جریان نشست همچنین دایر به دیگر سمت های فعالیت ریاست تبادل نظر کرده شد. روزنامه‌نگاران وسایل اخباری عامه داخلی و خارجی دایر به معمای ساحه از جمله نظارت در دوره موراتوریا، نظارت صفت لباس‌های مکتبی، تشخیص محصولات صادراتی، تجهیزات تشخیصگاه‌ها مجهز با تکنیک معاصر، صفت کاربری تلفن‌های موبیلی، نظارت مسائل ساختمان و دیگر سمت‌های فعالیت ریاست از مسئولین پرسان شده به سوال‌های خود پاسخ‌های مشخص گرفتند.